امروز قراره یک برنامه ورزشی ساده بدون هیچ وسیله ورزشی، بدون هیچ اکویپمنت و اینسترومنتی قرار داشته باشیم. پس بدون مقدمه برو بریم. پاها رو به اندازه عرض لگن باز میکنید پارالل. دقت کنید که پاها موازی باشه با اندازه لگنتون. چشم‌ها رو ببندید. دم، باز دم، از دهان دم و با دهن باز دم. دوباره دم، باز دم و آخرین بار دم و باز دم. دو تا دست خودتون رو روی دنده ها بگذارید. دم، دنده ها رو به سمت بالا بیارید. باز دم و دنده ها به سمت پایین. دم، بین دو دنده فاصله. باز دم، دنده ها به هم نزدیک. دوباره دم، سینه ها رو باز کنید. باز دم و آخرین بار عالی. دست ها رو روی استخوان لگن بگذارید. دم، باسن رو به سمت عقب هدایت میکنید. باز دم به سمت جلو. دم، دنبالچه به سمت عقب. باز دم به سمت جلو. دوباره دم میگیرید و باز دم. سعی کنید عضلات باسنتون رو منقبض کنید. شکمتون رو منقبض کنید. دم به عقب. باز دم به سمت جلو. باسن رو توی حالت خنثی نگه میدارید، جوری که بدن یک خط صاف از سر تا پایین، ستون فقرات صاف، شکم درگیر، باسن درگیر، همه چیز منقبض. دم، دست ها به سمت بالا. باز دم، دست ها به سمت پایین. دوباره دم، باز دم، دم، باز دم و آخرین بار دست ها رو روی ران ها قرار بدید. دم به سمت پایین، بدن رو خم میکنیم. باز دم، پشت کمر رو گرد میکنیم و بالا میریم. دم به سمت پایین. باز دم به سمت بالا. دوباره اگر براتون سخته که با پاهای صاف انجام بدین، میتونید اونها رو با زانوهای یک کوچولو خم. دم به سمت پایین و باز دم به سمت بالا. آخرین بار به سمت پایین میریم. آرنج ها رو بغل میکنیم. بدن رو رها میکنیم. راست چپ، راست چپ، راست چپ. دست ها رو روی زمین قرار بدیم و با دست ها قدم بزنید تا جایی که احساس کنید بدنتون راحته. میتونید اونها رو با زانوهای خم و پاشنه پاها جدا از سطح زمین انجام بدید. چیزی که مهمه که پشت کمرتون صاف باشه. سر در راستای ستون فقرات. ضرب های کوچیک میزنید. کتفتون رو باز میکنید. 5 4 3 2 و 1. توی بیشترین حالتی که میتونید کتفتون رو باز نگه دارید میمونید و سعی میکنید با پاها پدال بزنید. پاشنه پای راست رو به زمین نزدیک کنید. پاشنه پای چپ رو به زمین نزدیک کنید. راست چپ، راست چپ. زانوها رو به سمت صاف شدن هدایت میکنیم. 5 4 3 2 و 1. زانوها رو روی زمین میگذارید. بدن رو اسکن کنید.
پاشنه پاها در راستای زانوها زیر لگن در راستای شانه و شانه ها روی مچ قرار میگیره. دم میگیرید، به سمت بالا نگاه میکنید، پشت کمر رو قرص میدید، باز دم به سمت پایین نگاه میکنید و پشت کمر رو گرد میکنید. دم، باز دم زمین رو فشار بدید و خودتون رو بیشتر گرد کنید. سعی کنید که با هر دم و بازدم بیشتر مهره ها رو درگیر کنید. دم، بازدم. بدن رو در حالت خنثی ستون فقرات رو صاف نگه می‌دارید. با دست ها یک قدم به سمت جلو برمی‌دارید، 2 تا آرنج رو قفل می‌کنید، دم می‌گیرید و بازدم سینه ها رو به سمت زمین میارید. برای چند دم و بازدم تو این حالت بمونید. باسن رو به سمت عقب هدایت کنید و در حالت کودک سر رو رها کنید، دست ها رو رها کنید. دست ها رو بالای سر بگذارید، باسن رو جدا کنید از روی پاشنه پاها. پشت کمر رو گرد نگه می‌داریم. باسن رو به سمت جلو هدایت می‌کنیم، سر گردن رو به سمت بالا می‌کشیم و در پوزیشن کبرا ظاهر میشیم. توجه کنید که بین شانه ها و گوشتون فاصله باشه، گردنتون نیافتاده باشه توی شانه. گردن رو بالا بکشید، دست ها رو اکتیو کنید، شکم رو بدید داخل، باسن رو منقبض نگه دارید و دوباره زانوها رو خم کنید و باسن رو روی پاشنه پاها بگذارید. بسیار سعی کنید که روی پاشنه، روی لگنتون بشینید. دست ها رو زیر ران ها میگیریم. عالی. دست ها رو زیر ران ها میگیریم، ستون فقرات رو به سمت بالا میکشیم، سر رو به سمت بالا میکشیم، دم میگیریم، باز دم پشت کمر رو گرد میکنیم، دم، سینه ها باز دم، سینه ها باز، شانه ها به سمت عقب، باز دم میگیریم، قد بدن رو بلند میکنیم، بازدم، دنبالچه رو به سمت ناف هدایت میکنیم. 4 3 2 و در آخرین حالت میمونیم. اینجا سعی کنید شونه ها رو به عقب هدایت کنید، دست ها رو صاف در جلوی سینه نگه دارید، پشت کمر صاف میشه، از اون حالت گرد در میاد. دم میگیرید و با هر بازدم پای راست صاف میشه، میذارید زمین. دم میگیرید، پای چپ رو صاف میکنید. نوک انگشتان پاها رو پوینت کنید، پشت کمر تکون نمیخوره، همونطوری که دارید میبینید پشت کمر من ثابته، سر در راستای ستون فقرات. اگر بیشتر دنبال چالش هستین میتونید کمی بیشتر به عقب خم بشید. دم، بازدم صاف میکنیم، دم میذاریم و بازدم صاف میکنیم. 10 9 8
7 6 5 4 3 2 و 1. سر رو رها کنید روی زانوها. برای چند دقیقه همینجا بمونید. سر رو بلند کنید، شونه ها رو رول کنید عقب، دست ها صاف، دم میگیرید، خم میشید عقب، با بازدم دست راست به سمت راست حرکت میکنه، برمیگردید، دم، بازدم، برمیگردید، دم، باز میکنید، بازدم، برمیگردید. سعی کنید که با هر دم و بازدم بیشتر دست ها رو به سمت طرفین باز کنید. سرتون حرکت دست رو دنبال میکنه. 9 8. خیلی مهمه که حرکت رو با کنترل انجام بدید. هرچی که شما حرکت رو با کنترل بیشتری انجام بدید، بیشتر عضلات عمقی شکمتون درگیر میشه. 4 3 2 و 1. برگردین، سر رو رها کنید روی زانوها. پاها رو صاف کنید. روی استخون لگنتون بشین. اگر نمیتونید صاف بشین، میتونید از یک کاناپه یا مبل استفاده کنید. پشت کمرتون رو به یک دیوار بچسبونید. سر انگشتان پاها سمت خودتون دم میگیرید. دست ها به سمت بالا، باز دم بدن رو به سمت جلو متمایل میکنید. دم بالا، باز دم پایین. همینجا بمونید. زانوها رو یک کوچولو خم کنید و سر رو به سمت بالا بکشید. پشت کمر رو صاف کنید. و بدن رو رها کنید. کف پاها رو میذاریم روی زمین. پای راست رو 90 درجه میاریم بالا. پاشنه پاها در راستای زانو باشه. با 2 دست زیر رون راستتون رو بگیرید. دم میگیرید. دست ها رو باز میکنید. پاها رو صاف میکنید. میارید پایین. باز دم پا رو جمع میکنید به سمت سینه. دم. پشت کمر میره عقب. پاها صاف میشه. باز دم برمیگردید. دم پاها پوینت. بالا تنه و پایین تنه از هم دور میشه. بازدم نزدیک میشید. 7 6 5 4 3 2 و در آخر پایین بمونید. پشت کمر رو صاف کنید. دستا صاف، سرتون در راستای ستون فقراتتون. دم میگیرید. پا رو میارید بالا. بازدم پا میاد پایین. دم بالا، بازدم پایین. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. پاها رو خم کنید. سر رو رها کنید روی زانو. سر رو بلند کنید.
پشت شونه رو گرد کنید عقب. زیر پای چپ رو بگیرید، زیر رون چپ رو بگیرید. پاشنه پاها در راستای زانو، پاها پوینت. دم میگیرید، دست ها باز میشه، بدن به عقب میره، پاها به سمت پایین میاد. بازدم رون رو به سینه ها نزدیک میکنید. دم، بازدم. 8 7 6 5 پشت کمر صاف. 2 و بمونید همینجا. دم پاها میاد بالا، بازدم پایین. دم پاها بالا، بازدم پایین. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. سر رو رها کنید روی زانو. سر رو بلند کنید، شونه ها رو رول کنید عقب، دست ها صاف. به عقب خم میشیم. کنترل 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 کنترل. خیلی با کنترل به عقب خم شید و رها کنید خودتون رو. روی کمر دراز بکشید. پاها به اندازه عرض لگن، دست ها پشت سر. دم میگیرید، سر و گردن، شانه ها رو جدا میکنید. باز دم رها میکنید. دم، باز دم. 8 7 6 5 4 3 2 و بالا بمونید. دست ها رو کنار بدن صاف کنید. دم دم دم، بازدم بازدم بازدم. دم دم دم، بازدم بازدم بازدم. و سر رو رها کنید. دو دست کنار بدن. پاها رو یکی یکی از زمین جدا کنید. توی زاویه 90 درجه. زانوها روی لگن میمونه. پاها پوینت. دم میگیرید با نوک پای راست. زمین رو لمس میکنید. بازدم برمیگردید. دم، تاچ، بازدم برگشت. 10 9 8 7. خیلی مهمه که لگنتون رو روی زمین نگه دارید. پشت کمرتون گود نمیشه. این فضا نباید باشه تمام مدت. باید شکم و فیله کمرتون رو به زمین فشار بدید. 6 5 4 3 2 و 1. جفت زانوها رو توی شکم جمع کنید. جفت زانوها رو 90 درجه نگه میداریم. 2 تا دست کنار بدن. دم با بازدم پای راست رو صاف میکنیم. برمیگردیم عقب، دم میگیریم. بازدم پای چپ رو صاف میکنیم. 10. پاها رو پوینت کنید. 9. شکم رو به سمت مد فشار بدین. 8 7 6
5 4 3 2 و 1. پاها رو توی شکم جمع کنید. دوباره پاها رو توی حالت 90 درجه نگه می‌داریم. دست ها پشت سر. دم میگیریم، باز دم شونه ها رو جدا میکنیم. دم پایین، باز دم. هشت 7 6. با گردنتون بازی نکنید، دست ها به سر فشار نمیاره. 4 3 2 و 1. زانوها رو توی شکم جمع کنید. کف پاها رو روی زمین بذارید. دم باسن رو بلند میکنید، باز دم باسن رو به سمت پایین میارید. دم بالا، باز دم پایین، دم بالا، باز دم پایین. لگن رو بالا منقبض کنید، شکم رو به سمت داخل بدید. ادامه بدید. 10 9 8 7 6 5 4 2 تای آخر و بالا بمونید. زانوها، لگن و شانه یک خط صافه. از اینجا به بالا ضربه ریز بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باسن رو روی زمین رها کنید و دوباره جفت زانوها رو توی شکمتون جمع کنید. جفت زانوها 90 درجه روی لگن سوار میشه. دست ها پشت گوش. دم میگیرید و با بازدم پای راست رو صاف میکنید. سر رو رها میکنید. بازدم شونه ها رو بلند میکنید. پای چپ رو صاف میکنید. شش 5 پاها رو پوینت کنید. 4 3 2 و آخر. پاها رو جمع کنید و توی شکم نفستون رو رها کنید. زیر نور راستتون رو بگیرید و بلند شید. توی حالت 4 دست و پا دوباره خودمون رو اسکن میکنیم. زانوها زیر لگن، مچها زیر شانه.
دم میگیریم، دست و پای راست رو صاف میکنیم، باز دم روی زمین میذاریم. دم، مچ دست در راستای پاشنه پای چپ رها میکنیم. چهار، سه، دو و صاف کنید. نگه دارید برای چند ثانیه. دم، باز دم. بین دو دست روی زمین نگاه کنید و رها کنید. همین رو برای اون سمت هم تکرار میکنیم. دم میگیریم، دست چپ پاهای راست صاف میشه، باز دم روی مت میذاریم. دم، صاف، باز دم، پوز. شکمو داخل نگه دارید. واقعا عضلات شکمتونه که شما رو در طین حرکات تعادلی استیبل نگه میداره. 5، 4، 3، 2 و صاف کنید. نگه دارید. دم و بازدم، دم و بازدم، 2 و دم و بازدم. دست ها رو روی زمین بذارید، بازن رو به عقب ببرید و سرتون رو روی زمین بذارید. دست ها کنار بدن. دست ها رو بالای سر بذارید، پشت کمر رو گرد کنید، باسن رو جدا کنید از روی زمین و در پوزیشن کبرا ظاهر بشید. گردن رو بالا بکشید، گردنتون توی شانه ها نیفته و آروم سینه رو روی زمین بگذارید. دست ها کنار ران ها روی نوک انگشتان دست باشید. پاها رو پوینت کنید. دم میگیرید، ران ها رو جدا میکنید، باز دم روی زمین میذارید. دم بالا، باز دم روی زمین. سر در راستای ستون فقرات. همیشه پیشونیتون موازی با زمین باشه. چهار، باسن رو بالا منقبض کنید. 3، 2 و بالا بمونید. دم، باز دم. باسن رو به هم فشار بدید، شکم رو بدید داخل و رها کنید. دست ها بالای سر. دم میگیرید، شانه ها رو جدا میکنید، سینه رو جدا میکنید، باز دم سر رو رها کنید. دست ها رو روی زمین بذارید. دم بالا، باز دم پایین. ده، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3،
2 و 1. خودتون رو رها کنید. سر رو روی زمین بگذارید. دست ها رو کنار سینه بذارید. به کف دستتون فشار بیارید. سینه رو بلند کنید. در اینجا آرنج رو روی زمین میذاریم. میتونید روی زانو باشید یا میتونید روی نوک پاها باشید. زانو، لگن و شانه ها توی یک خط صاف باشه. 2 تا آرنجتون به اندازه عرض شونه باز باشه. توجه کنید که پشتتون قوس نداشته باشه. باید خوب شکم رو گن کنید. شکم رو بدید داخل. چیزی که مهمه اینه که اون صاف بودن رو حفظ کنید در کل بدنتون و اون انقباض رو توی کل اون 20 ثانیه نگه داریم. بریم. آرنج به اندازه عرض شانه ها. دست ها روی زمین. زانوها رو جدا کنید. بین 2 تا دست نگاه کنید. پاشنه پاها به سمت عقب کشیده. شکم داخل. جفت زانوها صاف. دم. باز دم. باز دم. سر رو نندازین. سر در راستای ستون فقرات. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. زانوها رو روی زمین بذارید. سینه رو روی زمین بذارید. به دست ها فشار بدید و در پوزیشن کودک بدن رو رها کنید. سر رو رها کنید. دست ها رو رها کنید. مرسی.